ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 8 فوریه سال 2024 از بازداشت راننده فراری خبر داد که هفته پیش شبانه در راه 5 پایان پیادهگرد 43 ساله را پخش کرده به هلاکت رسانیده است و به بالای این نوجوان مردانه از جای حادثه فرار کرده است. بنا به اطلاع میلیس ختلان شب 31 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه راننده ماشین نامعلوم هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه 5 پایان در حدود ناحیه جلال‌الدین بلخی از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد مرد 43 ساله ساکن ناحیه مذکور پدر 2 فرزند را پخش نموده است. راننده به جای کمک رسانیدن به پیادهگرد نوجوان مردانه از جای حادثه به سمت نامعلوم غیب شده است و در نتیجه پیادهگرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود وابسته به حالت مذکور جهت معین نمودن شخصیت راننده و بازداشت او از جانب کارمندان با تجربه میلیس ولایت یک قطار چاره‌بینی‌های دخلدار اپراتیوی جستجویی راه اندازی کرده شده. در نتیجه راننده مذکور معین و بازداشت و به مقامات میلیس دسترس کرده شد. معین گردید که راننده ماشین شهروند ارگاشف ولیبک سال تولدش 1984 استقامت کننده ناحیه جلال‌الدین بلخی جماعت خیلی ورد می باشد که نام برده توسط افت شخصیش تمغه دیو نیکسیا صدمه نقلیاتی مرگاور را صادر نموده است. این زمان راننده فراری ولیبک ارگاشف بازداشت و در حبس پیشکی قرار دارد. نسبتش طبق طلبات ماده 212 قسم 2 و 127 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس قسم 2 ماده 127 برای در خطر ماندن شخص به کمک محتاج که این عمل باعث مرگ جبری دیده شده است همچون جزا تا 3 سال زندان و بر اساس قسم 2 ماده 212 برای ویران کردن قاعده های حرکت در راه که باعث مرگ انسان شده است از 3 تا 5 سال زندان تهدید می کند.